میدونم سفر برای هر کسی ممکنه ساده و راحت نباشه. البته سفر خودش مشکلات خاصی داره و واقعا برای برنامه ریزی زمانهای طولانی و تجربات زیادی باید داشته باشید. ولی دوست دارم شما تو سفر همراه من باشید، جاهایی رو که میرم و ببینید و بتونید لذت ببرید از طبیعتی که ممکنه برای هر کسی دیدنش مقدور نباشه و سخت. بریم با هم نگاه کنیم تصاویر زیبا. رخ عاشق تو لحظه غم زده بی گذر است بر لب سرد ترا